صبح هفتم مارت سال 2024 بر اثر سوختار در بازار بهار در شهر بختر مرکز مأموری ولایت ختلان چند دکان به کام آتش رفته است. به گفته مقامات سوختار تخمینا ساعت 7 صبح در راسته فروش قسم‌های احتیاطی ماشین‌ها سر زده اکثرا دکان‌های شهروندان افغانستان را به کام خود کشیده است. خبرنگار فرج درباره ضرر دیدن تخمینا 7 دکان خبر داد، ولی جان بیکی جانزاده از خدمات سوختار نشانی شهر بختر درباره ضرر دیدن 6 دکان خبر داده گفته است برای فرو نشاندن آتش ماشین‌های آتش نشانی از نویه‌های با مرکز ولایت ختلان همسایه وخش و کوشچونیا نیز دعوت کرده شدند. سبب سوختار و حجم ضرر رسم شده هنوز معلوم نیست. مقامات گفتند سبب سوختار و حجم ضرر آن را گروه کاری تحقیق می‌کند. این بار اول است که در تاجیکستان بازارها دچار سوختار می‌شوند. مقامات در اکثر کل موردها رسش کوتاه ناقل‌ها را سبب این آفت‌ها می‌دانند، ولی بازارنشین‌ها گاهی درباره احتمال قصداً آتش زدن دکان‌هایشان حرف می‌زنند.